صحابه که امروز آیدی زندگی اش حرف خواهیم زد، صحابه بود که وقتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی می آمد آن را نوشته میکرد، ولی بعد این صحابه از دین خارج می شود و به مکه فرار می کند. سالها گذشتند و اینک مسلمانان مکه را ضبط می کنند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مردم مکه وعده دادند که کسی به آنها ضرری نخواهد رسانید، ولی غیر از گروه آدمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر این آدم ها حتی لطه کعبه را داشته ایستاده باشند هم آنها را نابود سازید. و آن صحابه نیز در بین همین گروه قرار داشت که نامش عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر بود. عبدالله ابن ابو سهر برادر شیری عثمان ابن عفان است و هنگامی که از آن خبردار شد که محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است تا او را به قتل رسانند، وی به عثمان رضی الله عنه مراجعت کرده خواست تا او را نجات دهد. وقتی وی نزد عثمان ابن عفان رضی الله عنه آمد گفت که من توبه کردم و بعد نزد تو آمدم، از کارهایی کردم پشیمانم و میخواهم تا به من کمک کنی. میخواهم که محمد مرا ببخشد. عثمان رضی الله عنه به او میگوید این طور باشد رفتیم نزد پیامبر میرویم. عبدالله ابن ابی سهر از ترس راضی نشد و گفت که من میترسم که مرا صحابگان وی میکشند. نه، بیا رفتیم هیچ چیز نمیشود گویان عثمان رضی الله عنه او را به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آورد. وقتی که عثمان رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم روی خود را به دیگر طرف میگرداندند. عثمان رضی الله عنه باشد از قفای حضرت می رفتند و خواهش میکردند تا عبدالله ابن ابی سهر را ببخشد. و همین طور تا آن دمی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که خوب، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم او را ببخشیدند. بعد آن که عبدالله ابن ابو سهر برآمده رفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابگان نگریستند و پرسیدند چرا شما او را پیش از آنی که من بخشیدم نکشتید؟ میگویند که آن دم عمر رضی الله عنه گفت رسول خدا، من به چشمان تو می نگریستم و انتظار بودم تا تو اشاره کنی و من او را به قتل رسانم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند پیامبران نگاه خیانتکارانه ندارند. من نمیتوانم به کسی حتی با نگاه خود خیانت نمایم. و این گونه اند پیامبران، این گونه است کردار آنها که کسی را حتی با نگاه خود فریب نمی کنند و برایش خیانت نمی نمایند. بعد از این هر باری که عبدالله ابن ابی سهر در کوچه های مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم را میدید میگریخت و پنهان میشد. عثمان رضی الله عنه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت رسول خدا، وی هر باری که شما را میبیند میگریزد و از شما پنهان میشود. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تبسم کردند و گفتند مگر من او را نبخشیدم؟ عثمان رضی الله عنه گفتند که بله، شما او را بخشیدید، ولی وی هرگاه گناهانی گذشته است به یادش می آید و او پنهان می شود. این دم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند قبول کردن اسلام تمام آن گناهانی که پیش از آن بود تازه می سازد. آن گناه ها پاک می شود. خداوند بخشنده مهربان است. بعد از آن که عبدالله ابن ابو سهر توبه کرد و به اسلام برگشت، آیدی وی
هیچ کس چیزی بده نمی گفت، زیرا وی اکنون تماما دیگر شده بود. پس از این عبدالله ابن ابو سهر بسیار کارهای خیر به انجام میداد و هنگام حکمرانی عمر رضی الله عنه وی با کارهایی که به صدقه ربط داشتند مشغول بود. یک شب وی از آدمانی که نزدش بودند پرسید: الکی سحر شده است؟ آنها گفتند: نه، حالا سحر فرا نرسیده است. عبدالله ابن ابی سهر گفت: من خنکی سحر را احساس کرده ایستادم. و وی دعا کرد تا خداوند آخران کار او را در این دنیا خواندن نماز بامداد گرداند. وقتی که نماز بامداد فرا رسید، وی همراه مردم نماز بامداد را می‌خواند. وقتی که وی در آخر به طرف راست سلام داد، تا آن دمی که به طرف چپ سلام دهد، خداوند جان او را گرفت و این بهترین مرگ است. خداوند او را رحمت و مغفرت نماید. وی 37 سال هجری وفات کرده است و خداوند داناتر است. حیات این صحابه به ما از آن شهادت می‌دهد که برادر و یا خواهری عزیز، نابسته از آنه که چقدر گناه کرده، نابسته از آنه که به دام شیطان افتاده و از راه حق بیرون شده، این حالا معنای آن را ندارد که اکنون برای تو دیگر راهی بازگشت نیست. نه، خداوند بخشنده و مهربان است. برادر و یا خواهر عزیز، حالا هم دیر نشده است. برگرد و باز به سوی خداوند و باز به عبادت او مشغول شو. وقتی که تو باز دوباره به سوی خداوند برگشتی، خداوند تمام آن گناهان و خطاگی هایی که تو کرده بودی آنها را پاک می سازد و بگذار در دل تو هیچ شک و شبهه آیدی این نباشد. هرگاه که تو از صدق دل توبه کردی، خداوند تمام گناهان تو را پاک می سازد و او به این کار قادر است. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.